آخر نادانی. یه آقای مسیحی سوری، ایشون فهمید من شیعه هستم، از من سوال کرد، مثل که برایش سوال بود. گفت شما چرا بعد از 1400 سال اینطوری برای حسین عزاداری میکنید؟ عادتا وقتی که کشته میشه خب متأثر میشن، ولی 1400 سال. گفتم شما هم باید عزاداری کنید. گفت مای مسیحی ها؟ گفتمش بله، چون حسین گردن شما هم حق داره. گفت چرا؟ گفتم میدونید حسین در مقابل کی استاد؟ کسی که مقابل خط امام حسین بود و اون یزید لعنت الله علیه یه شعار داشت و اون شعارش این بود: لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم دارن با ملک بازی میکنن، نه وحی هست، نه قیامتی هست، نه خدایی هست، دروغه، همش دروغه. این یعنی نفی مسیحیت، این یعنی نفی یهودیت. اون وقت هم یزید اونجور که تواریخ نوشتن بر 2/3 کره زمین حاکم بود. اگر یزید کارش رو میخواست بکنه، توحید از روی کره زمین باید برچینده میشد، میرفت. حسین گردن مسیحی حق داره، حسین گردن یهودی حق داره، حسین گردن یهودی وهابیست بت پرست حق داره، گردن گاو پرست حق داره. اگر میبینیم بودایی گاو پرست در هند برای حسین عزاداری میکنه، اون میدونه حسین چه کرده. بینندگان عزیز، شما توجه کردید که این آقای به اصطلاح روشنفکر چه گفت؟ آخر یکی نیست به این آقا بگوید یزید کجا در واقعه کربلا حضور داشت که بخواهد شعاری هم داشته باشد، آن هم چنین شعاری که نعوذ بالله حتی الله و قیامت و وحی را انکار کند. این را همه می دانند که عاملان قتل حسین رضی الله عنه عبیدالله ابن زیاد و شمر ابن ذوالجوشن بودند و یزید حضور فیزیکی در جنگ نداشت و همچنین دستور به قتل حسین رضی الله تعالی عنه نیز نداده بود. اختلاف حسین رضی الله عنه با یزید فقط بر سر این بود که حسین رضی الله عنه با یزید بیعت نکرد، آن هم نه به خاطر اینکه یزید کافر باشد یا الله و قیامت و وحی را منکر شود، بلکه به خاطر اینکه حسین رضی الله عنه معتقد بود که خلافت موروثی نیست، که از معاویه رضی الله عنه به پسرش یزید برسد. و این شد که ابتدا عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و حسین رضی الله عنهم با او بیعت نکردند، که بعداً 2 نفر اول به علت پرهیز از فتنه بیعت کردند، اما عبدالله ابن زبیر و حسین رضی الله عنهما بیعت نکردند و از مدینه خارج شدند و هر دو نیز سرانجام شهید گردیدند. حال شما قضاوت کنید این شخص چگونه تاریخ را زیر سوال میبرد؟ آیا می شود بودایی که اصلاً به اسلام اعتقاد ندارد بیاید و برای نوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عزاداری کند؟ اصلاً با آمدن اسلام هر دینی جز اسلام منسوخ شد. حال چرا و چگونه این کفار به حسین رضی الله عنه مدیونند؟ بینندگان عزیز، از شما خواهشمندیم خودتان به تاریخ بنگرید و به گفته های روحانی نمایان بسنده نکنید.